درود به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. آریان وایتی هستم و به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطور بیاید ابتدا یه دونه صرافی ایرانی مثل نوبیتکس رو روی گوشی موبایلتون نصب کنید و بیاین به ریال شارژش کنید و اون ریالی که دارید رو تبدیل کنید به ارز تون و ارسالش کنید به برنامه تون کیپر. این درخواستی بود که خیلی از شماها از من داشتید، چرا که الان جدیداً یک سری برنامه ها مخصوصاً مینی اپ های داخل تلگرام نیاز به پرداخت در اون برنامه ای دارن و ما میتونیم با استفاده از ارز تون و برنامه تون کیپر بیایم این پرداخت ها رو انجام بدیم. اما همونطور که میدونید در ابتدای کار نیازه که ولت تون کیپر که نصب داریم روی گوشیمون رو شارژش کنیم یا پول بریزیم داخلش تا بتونیم پرداخت ها رو انجام بدیم. مثلا اگر خواستید از سایت فرگمنت بیایید برای تلگرامتون تلگرام پرمیوم تهیه کنید یا حتی بیایید استارت خریداری کنید، نیازه که تون کیپر شما موجودی داشته باشه و توی این ویدیو هم دقیقا قراره همینو بهتون آموزش بدیم که چطور موجودی تون کیپرمون رو افزایش بدیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، در قدم اول نیاز داریم که یه دونه صرافی ایرانی روی گوشیمون نصب کنیم. من خودم به شخص از صرافی نوبیتکس استفاده میکنم و از صرافی های دیگه هم وجود داره مثل آوانتتر و غیره که شما میتونید به دلخواه خودتون از هر کدوم که دوست دارید استفاده کنید، فرقی نداره دیگه، بستگی به سلیقه خودتون داره و اینکه کدومشون پیش خودتون اعتبار بیشتری داشته باشن. من چون از نوبیتک چند ساله دارم استفاده میکنم و از خدماتشون راضی بودم دارم از نوبیتکس استفاده میکنم. خب در مرحله اول بعد از اینکه نوبیتکس رو نصب کردم وارد این برنامه میشم. یک پیام خوش آمدگویی به من نشون میده، یک سری توضیحات هست که شما میتونید با زدن دکمه بعدی اونها رو مطالعه کنید و در نهایت شما به این صفحه وارد میشید. توی این صفحه دکمه ثبت نام و ورود داره. گزینه ثبت نام رو میزنید و شما میتونید بیاید اینجا و با شماره تلفنتون و رمز عبوری که قرار میدید ثبت نام کنید یا اینکه بیاید از طریق جیمیلی که روی گوشیتون هست ثبت نامتون رو داخل نوبیتکس انجام بدید. خب به نظر من دوتاش خوبه و هر کدوم که دوست دارید میتونید استفاده کنید به راحتی. این کد دعوت چیه؟ من یک کد دعوت در اختیارتون قرار میدم و توی کانال تلگرام همون عصر نوین براتون میذارم. هر کسی که دوست داشت منو حمایت کنه توی این قسمت دعوت کد دعوت من رو بنویسه. حالا چه اتفاقی میفته زمانی که شما کد دعوت رو اینجا بنویسید؟ یک امتیاز به من داده میشه و از اون طرف توی کارمزدها به شما تخفیف داده میشه. مثلا اگر خواستید خرید و فروش کنید به هر حال باید یک کارمزدی به نوبیتکس پرداخت کنید، اون مثلا نصف میشه و میتونه به نفع شما هم باشه. بعد از اینکه شماره تلفن و رمز عبور و کد دعوت ما رو زدید دکمه ثبت نام رو میزنید. احتمالاً یه دونه پیامک که حاوی یه دونه کد هست روی شماره تلفنتون ارسال میشه و شما باید بیاید داخل برنامه و کد رو بزنید و ثبت نامتون رو تکمیل کنید. دوستان توجه داشته باشید که بعد از اینکه ثبت نام شما انجام شد یک سری کارهای دیگه هم هست که باید انجام بدید. یکی از مهمترین اونها توی صرافی های ایرانی احراز هویته که حتما شما باید احراز هویت رو انجام بدید. در کنار احراز هویتی که شما انجام میدید یک برنامه دیگر هست که باید نصب کنید. حالا چون تلفظش خیلی سخته من اسمشو گذاشتم تایید 2 مرحله‌ای گوگل. حالا این برای چی هست؟ برای بالا بردن امنیت شما توی صرافی ها هست که بتونید با امنیت کامل خرید و فروش کنید داخل این صرافی ها.
حالا چه صرافی خارجی باشه و چه صرافی ایرانی، شما نیاز دارید که برنامه تایید 2 مرحله گوگل رو نصب کنید و فعالش کنید. خب دوستای عزیز، ببینید این برنامه تایید 2 مرحله گوگل هست که بهتون گفتم و حتما باید از فروشگاه پلی نصبش کنید. و این برنامه ای که من الان وارد شدم برنامه نویتکس هست که روی گوشیم نصبش کردم و ثبت نام هم قبلا انجام دادم. ببینید دوستان، زمانی که شما در ابتدای کار ثبت نامتون رو انجام میدید، باید بیاید اینجا این 3 خط همبرگری که این گوشه سمت راست هست اون بالا بزنید و الان وارد این صفحه بشید که من الان شدم. و شما باید بیاید حداقل احراز هویت سطح 1 رو انجام بدید. احراز هویت سطح 2 برای کسایی است که بخوان پول زیادی رو وارد یا خارج کنن. پس شما اگر نمیخواید بالای 5 میلیون تومان واریز یا برداشت داشته باشید، همون سطح 1 رو که تکمیل کنید کافیه. حالا سطح 1ش چی میخواد؟ ثبت شماره تلفنتون و ثبت و بارگذاری اطلاعات هویتیتون، مثل همون کارت ملی و حالا شناسنامه. سطح 2 هم ثبت اطلاعات محل سکونت و احراز هویت تصویری و از اینا که براتون توضیح دادم و گفتم. همون سطح 1 رو که بیاد شما انجام بدید اوکیه. حالا بیایم پایینتر قسمت معرفی دوستان که میتونید دوستاتون رو دعوت بدید و توی کارمزدها تخفیف بگیرید و هم خودتون میتونید تخفیف بگیرید و هم دوستتون. یک موضوع بسیار مهم، قسمت کیف پولها که بیاید وارد بشید، بالای صفحه نوشته که واریز و برداشت. توی این مرحله وقتی که شما واریز رو میزنید، اینجا لیست ارزها براتون میاد که گزینه اول نوشته RIT که عکس پرچم ایران روشه و از کشور خودمونه. پس ما باید در مرحله اول ایران رو انتخاب کنیم. زمانی که انتخابش میکنید 2 تا گزینه براتون میاره، نوشته درگاه اینترنتی پرداخت و شناسه واریز. اگر درگاه پرداخت اینترنتی رو بزنید راحت تره و با رمز دومی که دارید میتونید مبلغ مورد نیازی که میخواید داخل صرافی وارد کنید رو اینجا انتخاب کنید. حالا من درگاه پرداخت اینترنتی رو میزنم. اینجا موجودی شما رو اون بالا مینویسه داخل نویتکس که الان برای من 1000 تومان هست. توی کادر بالایی شماره کارت شما رو می نویسه. اگر از قبل ثبت نکرده باشید توی این مرحله ازتون میخواد که همین الان ثبتش کنید. شماره کارتتون رو می نویسید و تایید میشه کمتر از 12 ساعت. بعدش میاد اینجا مبلغ رو میزنید، مثلا 2 میلیون تومان. 2 میلیون تومان رو اینجا می نویسید و بعدش پایین صفحه واریز تومان رو میزنید. متصل میشید به یک درگاه پرداخت کاملا امن و اطلاعات کارتتون رو وارد میکنید و پرداخت رو انجام میدید. زمانی که پرداخت رو انجام دادید همون لحظه کیف پول نویتکس شما شارژ میشه و اون بالا که نوشته ارزش کل دارایی ها موجودی شما رو براتون مینویسه. تا اینجای کار رو دقت داشته باشید. ما الان اومدیم صرافی نویتکس رو نصب کردیم و حسابمون رو شارژ کردیم، 2 میلیون تومان شارژ کردیم. حالا میخوایم بریم و واریزی داشته باشیم به تونکیپرمون. بچه‌ها یعنی تا اینجای ویدیو نگاه کردید هنوز لایک نکردید، بزنید این لایکو. حالا میایم وارد برنامه تونکیپر میشیم. ببینید بچه‌ها این برنامه تونکیپر من هست. اینجا میتونید بیاین تون کوین رو انتخاب کنید. من تون کوین رو یک بار اینجا روش میزنم تا انتخاب بشه. وارد این صفحه که شدید بالای این صفحه 3 تا گزینه وجود داره که هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن. گزینه سنت برای زمانی هست که شما بخواید مثلا از تونکیپر بخواید پول واریز کنید به نویتکس. پس ما چون میخوایم از نویتکس واریز به تونکیپر کنیم باید گزینه ریسیو رو بزنید. یه دونه بارکد بهتون میده که زیرش یک آدرس ولتی وجود داره. شما باید این آدرس ولت رو کپی کنید. حالا این پایین کپی رو میزنید تا کپی بشه و برمیگردید توی نوبیتکس. زمانی که وارد نوبیتکس شدی شما باید ابتدا بیاید و تومان یا ریالی که دارید رو
تبدیل کنید به ارز تون. حالا چطور باید این کار رو انجام بدید؟ میرید قسمت بازارها و توی این قسمت اون بالا توی جستجو میزنید تون. تون رو که سرچ کنید 3 تا گزینه براتون میاره: تون به RIT، تون به USDT و دوباره تون به USDT بایننس. ما تون RIT رو بهش نیاز داریم. میایم و انتخابش میکنیم تا این صفحه برامون باز بشه. خرید رو میزنیم. زمانی که خرید رو زدید، اینجا که نوشته با تعیین قیمت، یک بار روش میزنید و گزینه سریع رو انتخاب میکنید و اینجا که نوشته مجموع ارزش، مبلغ رو مینویسید. مثلا من مینویسم 2 میلیون تومان. توجه داشته باشید که مبلغ رو حتما به تومان بنویسید، یعنی 1 صفر از ریال کمتر. و خرید تون کوین رو میزنید. ببینید الان 2 میلیون تومان رو خودش محاسبه کرد که میشه تقریبا 5 تن. خرید تون کوین رو میزنید و حالا چون موجودی من کافی نیست، من تتر دارم، پس میام میذارمش رو حالت تتر و پرداخت رو انجام میدم. حالا برمیگردم داخل قسمت بازارها، تون رو انتخاب میکنم و تون USD رو میزنم. شما اگر ریال دارید همون ریال رو بزنید اوکیه، چون من ریال ندارم و تتر دارم میذارمش روی تون USD. خرید رو میزنم، این رو میزنم روی گزینه سریع و در قسمت تونی که میخوام رو وارد میکنم. 1 تن میخوای، 2 تن میخوای، چند تن میخوای. مقدار 2 میلیون ما شد 5 تن. خودش به تتر برام مقایسه میکنه که چقدر میشه 33 تتر و خرید تون کوین رو میزنید. این صفحه براتون میاد. این مقدار کارمزد رو ازت کم میکنم و این مقدار رو بهت میدم. میگم اوکی، تایید رو میزنم و این انجام میشه. حالا برمیگردم توی کیف پول ها. الان ببینید درخواست ها داره برای من انجام میشه. حالا چی کار میکنید؟ میاد داخل همین بخش کیف پول، ارز تون رو اینجا انتخاب میکنید و زمانی که پول رو واریز کنید و پول رو تبدیل کنید به ارز تون، خود آیکون تون و ارز تون میاد این بالا نمایش داده میشه. اون رو انتخاب میکنید. حالا اینجا گزینه واریز و برداشت وجود داره. چون میخوایم از نوبیتکس برداشت کنیم و بریزیم توی تون کیپر، پس باید اینجا گزینه برداشت رو انتخاب کنیم. زمانی که انتخاب میکنید یه سوالی ازتون میپرسه که شبکه تون رو انتخاب کن. همین یه دونه هست، انتخابش میکنید و وارد همچین صفحه میشید. این صفحه خیلی مهمه دوستان. توی این صفحه از شما آدرس کیف پول رو میخواد و کامنت رو میخواد. یک سری از آدرس ها کامنت دارن، ولی ما چون داخل تون کیپر بودیم کامنت نداشت و یا برچسب نداشت. پس فقط آدرس کیف پولی که کپی کرده بودیم و اینجا جایگزین میکنیم. چون کامنت نداشت میزنیم بدون برچسب. این تیکه بنفش رو حتما بهش دقت داشته باشید. اگر کامنتی بهتون نمیده، چیزی بهتون نمیده، باید حتما این تیکه بنفش رو بزنید و مبلغ قابل برداشت رو انتخاب میکنید و زیرش هم توضیحات رو داده که میتونید بخونیدش. بیشترین رو که بزنید 4 تن رو براتون میاره. حالا من میخوام 1 دونه تن انتقال بدم. حالا اینجا محاسبه میکنه، میگه این مقدار کارمزد رو ازت میگیرم و 0 تا 99 تا تون کوین بهت میدم. میگم اوکیه و برداشت رو میزنم. اینجا کد شناسایی عامل دوم رو میخواد. این همون کد 2 مرحله‌ای گوگل هست که بهتون گفتم. پس من میرم کد 2 عاملی رو کپی میکنم و اینجا قرارش میدم. حالا اینجا به هم میگه که آدرس رو تایید کن، تراکنش رو تایید کن. یه دونه کد هم از طرف نویتکس برام میاد. حالا اون رو اینجا قرار میدم و این تیک رو میزنم و تراکنش رو تایید میکنم. به همین راحتی من الان 1 دونه تون معادل $7 واریز کردم به تون کیپر خودم. دوستان ممکنه چند دقیقه طول بکشه تا این واریز براتون انجام بشه و کیف پول تون کیپرتون شارژ بشه. حالا توی قسمت هیستوری که برید، زمانی که برایتون بیاد اینجا که چنین پیغامی براتون میاره مثل ریسیویت که براتون مینویسه حدوداً همونجور که براتون گفتم حدود 5 دقیقه یا اگر سایت شلوغ باشه
یه 10 دقیقه طول میکشه تا اون یه دونه تون براتون واریز بشه کاملا. خب حالا یک زمانی است که میخواید از تون کیپر انتقال بدید به نویتکس و ریالش کنید. باید چیکار کنید؟ اینجا میاید ارز مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. مثلا من الان حدود $2 تون کوین دارم، انتخابش میکنم. این بار گزینه سند رو میزنم و این صفحه برای من باز میشه. توی این صفحه شما باید بیاید آدرس کیف پول نویتکستون رو وارد کنید. پس من برمیگردم توی نویتکس. این بار توی قسمت کیف پول تون رو انتخاب میکنم و این بار واریز رو میزنم. شبکه رو انتخاب میکنم. اینجا ازم میخواد که یه دونه آدرس بسازم. ایجاد آدرس رو میزنم. یه دونه آدرس تون کوین به من میده با یه دونه کامنت. این همون کامنته. یک سری از صرافی ها میدن و یک سری از صرافی ها نمیدن. این آدرس رو اینجا شما کپی میکنید و میرید داخل تون کیپر. اینجا قرارش میدی قسمت کامنت. میای این کامنت رو انتخاب میکنی و کپی میکنی و اینجا قرارش میدی و حالا کانتینیو رو میزنی و حالا اینجا مقدار ارزی رو که میخواید منتقل کنید به صرافی نویتکس می نویسیم. مثلا من چون الان موجودی ندارم یه دونه می نویسم و وقتی که نوشتی اینجا کانتینیو رو میزنی و تاییدش میکنی. به همین راحتی میتونید از تون کیپر هم انتقال بدید به صرافی نویتکس. خب بچه‌ها اینم از ویدیوی آموزشی امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به دردتون بخوره. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. اگر چنل منو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و کانال منو داشته باشید. لایک و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، لیتس گو.